به قسمت دوم آموزش شروع کار در حسابداری خوش اومدید. اول بهتون بگم که حتما سعی کنید قسمت اول رو ببینید و بعد بیاین قسمت دوم رو ببینید. ما اومدیم گفتیم که زمانی که سیستم مالی رو میخوایم راه اندازی کنیم باید یه سری اطلاعات کسب کنیم از کارفرما تا بتونیم سند افتتاحیه رو بزنیم. یه زمانی دیدیم که جمع آوری اطلاعات ممکنه طول بکشه و اینکه شما نمیتونید منتظر بمونید و سندتون انباشته بشه. میتونید افتتاحیه رو یه سند دستی بزنید مثلا بانک 1 ریال، سرمایه 1 ریال و سند افتتاحیه رو ببندید تا کارفرما بتونه اطلاعات رو جمع بندی کنه به شما بده و بعد برید افتتاحیه رو اصلاح کنید. خب این کار باعث میشه که شما از همون روز اگه سند حسابداریتون رو بزنید که عقب نیفته. حالا چه اطلاعاتی باید از کارفرما بگیرید؟ یک، باید بهش بگید که لطفاً این لیست هایی که من آماده کردم رو اطلاعاتش رو باید به من بدید. کل موجودی انبارت رو باید انبارگردانی کنی و تمام کالاهات با میانگین قیمتش و تعدادش رو توی این لیست حتما پر کنید و تحویل من بدید. دو، به افرادی که بدهکارید و یا افرادی که به شما بدهکارن، یعنی حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی رو به من بگو. اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی که هنوز وصول نشد رو توی این لیست پر کن به من تحویل بده. و چهارمین گزینه پرینت بانکتو بگیر و یک تنخواه داری، صندوق داری، همه این اطلاعات رو مانده هاشو باید به من تحویل بدی. این اطلاعات رو میگیرم تا زمانی که ایشون این اطلاعات رو بگیره من سند افتتاحیه رو میزنم 1 ریال بانک سرمایه 1 که سند افتتاحیه رو میبندم و شروع میکنم. پرینت بانکی رو از کارفرما میگیرم که پرینت بانکی رو گرفتم. خب مسلما یه سری واریزی داره، برداشت داره، حتما باید مشخص بشه که این واریزی رو بر چه اساسیه و اینکه یا این برداشت بر چه اساسیه. ممکنه این واریزی بر اساس خرید و فروش من باشه، بر اساس فروش های من باشه، یا ممکنه جای شرکا نقدینگی تزریق کرده باشه به شرکت، چرا؟ چون سندهاش فرق میکنه. حتما بابت هر واریزی، هر برداشتی از کارفرما توضیح رو بخواید. کارفرمایی که توضیح نده، دوستان این خیلی دارم تاکید میکنم، کارفرمایی که توضیح نده براش کار حسابداری انجام نده. چرا؟ چون تو اگه اطلاعات نداشته باشی توی حسابداری نمیتونی سند حسابداری تو درست بزنی. حتی اگه ناراحت هم شد بگو تا 1 ماه من وظیفه دارم اطلاعات دقیقی از شما کسب کنم تا بتونم سندهامو به درستی بزنم. پس اگه ناراحت شد زیاد به دل نگیرید، اما اگه دیدی اطلاعات نمیده دیگه به نظر من کارتون شرکتی که کارفرما اطلاعات نمیده به نظر من بیخوده. چرا؟ چون شما زیر سوال میرید، چون اطلاعات اشتباه ممکنه بده یا اطلاعات نشوشی چی رو میخوای سند بزنی. خب این نکته هم دوستان بهتون بگم، زمانی که پرینت بانکی رو گرفتین و دارید سند میزنید، اگر یه واریزی از این مشتری داشتید حتما باید حواستون باشه اول باید سند حساب دریافتنی فروش خورده باشه که بعد بتونی اون پرینت بانکی رو بزنی حساب دریافتنی بستانکار بانک بدهکار. خب و اینکه ممکنه یه زمانی کارفرما یه فاکتوری بهتون بده و زیر فاکتور نوشته باشه نقدی، حتما ازش بپرس که این فاکتور خریدی که نوشته تصفیه نقدی از چه محلی پرداخت شده. ممکنه از بانک پرداخت شده باشه، تنخواهگردان پولش داده باشه یا جاری شرکا پولش داده باشه، چون سندهای اینا فرق میکنه. پس در نتیجه حتما اگه نوشته نقدی محل پرداختش رو ازش بپرس. و آیتم آخری که خیلی مهمه اینه که فقط مدیر عامل براتون مهم باشه، اعضای هیئت مدیره با اونا شما کاری نداشته باشید. فقط مدیر عامل براتون مهم باشه، دیگه با اعضای هیئت مدیره و اگه 5 تا اعضای هیئت مدیره و سهامدار و اینا داره با اونا کاری نداشته باشید. و اینم آخرین نکته بود که بهتون بگم. اگه سوالی داشتید برام کامنت کنید، حتما پاسخ میدم.